در گوشه ای از توکیو پیرمردی زندگی می کند که ذهنش در کودکی جایی در جنگ جهانی جا مانده است. اسمش ناکاتا است، آدمی که خواندن و نوشتن بلد نیست، اما چیزی درونش می داند که هیچ کتابی نمی تواند بیاموزد. او با گربه ها حرف می زند، نه استعاره نه خیال. واقعاً با گربه ها گفتگو می کند. وقتی می نشیند کنار پارک، گربه ها آرام نزدیک می شوند، دمهایشان را جمع می کنند و با چشمان درخشانشان به او زل می زنند و ناکاتا با مهربانی تمام صدایشان می زند. سلام آقای گربه، امروز حالت چطوره؟ آنها پاسخ می دهند، هر کدام با لحن خودشان. یکی از هوای گرم شکایت می کند، دیگری از غذای کم، سومی از گربه‌ای که در کوچه دیگر دعوا را انداخته و او با حوصله گوش می دهد، چون گوش دادن برایش نوعی عشق است. سالها پیش وقتی کودک بود، در جریان یک حادثه مرموز در مدرسه برای مدتی بیهوش شد. وقتی به هوش آمد، بخشی از ذهنش خاموش شده بود. دیگر نمیتوانست بخواند یا حساب کند، اما در عوض چیزی دیگر در درونش باز شد، دریچه‌ای به دنیایی نامرئی. ناکاتا همیشه میگوید من نصفم، نصف آدم، نصف سایه، اما این نصف گاهی به درد دنیا میخوره. او از دولت کمک هزینه میگیرد و زندگی ساده‌ای دارد، اما آرامش درونش چیزی دارد که هیچ پولی نمیتواند بخرد، نوعی هماهنگی با جهان. هیچ چیز برایش عجیب نیست. باد که میوزد لبخند میزند، باران که میبارد دستش را زیر قطره‌ها میگیرد و میگوید این بارون با من حرف میزنه. روزی از روزها یکی از گربه‌ها ناپدید میشود. صاحبش از ناکاتا کمک میخواهد، چون همه میدانند او میتواند گربه‌های گم شده را پیدا کند. ناکاتا در کوچه ها میگردد، با گربه ها حرف میزند، رد بو را دنبال میکند تا سرانجام با مردی عجیب روبرو میشود. مردی تمیز، کت و شلواری، اما با چشمانی خالی از انسانیت. او خود را جانی واکر مینامد. چهره‌ای دارد که انگار از درون هیچ احساسی ندارد، مثل سایه‌ای با لبخند. و بدتر از همه، او گربه ها را میکشد برای ساختن چیزی از روحشان. ناکاتا در برابر اون می‌ایستد، آرام، بی‌خشم، بی‌نفرت. اما چیزی در هوا می‌لرزد، مرزی میان زندگی و مرگ. جانی واکر با لبخند میگوید تو فرق میکنی، تو میتونی درها رو باز کنی، من فقط کار تموم شده رو جمع میکنم. در اون لحظه جهان میچرخد. ناکاتا چیزی در درونش حس میکند، نیرویی که نه عقل آن را درک میکند و نه زبان توان گفتنش را دارد. در تاریکی ذهنش دردی برق میزند و ناگهان همه چیز ساکت میشود. وقتی به خود میآید، خون روی زمین است، چاقویی در دستش و جانی واکر بی حرکت بر خاک. ناکاتا نمیفهمد چه اتفاقی افتاده، فقط میداند که باید برود. او آدم قاتل نیست، اما گویی چیزی از درونش مجبورش کرده تا تعادلی را در جهان بازگرداند. در مسیر بازگشت آسمان رنگ دیگری دارد، ابرها انگار از درون می‌درخشند. ناکاتا حس می‌کند در کوچکی در دل جهان باز شده، همان چیزی که آن مرد از آن سخن می‌گفت، اما او معنایش را نمی‌داند. فقط می‌داند که از حالا دیگر نمی‌تواند در همان محله بماند. صبح فردا با سادگی تمام چمدان کوچکش را برمی‌دارد، از دولت خداحافظی می‌کند و سوار اتوبوس می‌شود. او نمی‌داند مقصدش کجاست. تنها می‌گوید جایی باید برم که سنگ ورودی باشه. دلم همچین چیزی میگه. در کنار او راننده‌ای به نام هوشینو نشسته، مردی جوان و عادی، بی علاقه به فلسفه و بی دغدغه از معنای زندگی. اما چیزی در چهره آرام و مهربان ناکاتا او را کنجکاو می‌کند. در طول سفر کم کم میان این دو دوستی عجیبی شکل می‌گیرد. پیوندی میان عقل و سادگی، میان جهان مادی و دنیای بی‌وزن روح. شبها در مسیر ناکاتا به آسمان نگاه می‌کند، ستاره‌ها را می‌شمارد و با خودش حرف می‌زند. یک سنگی هست، یه در، یه چیزی شبیه مرز بین دو دنیا. اگه پیداش کنم شاید همه چیز درست بشه. هوشینو می‌خندد، اما بعد از مدتی حس می‌کند حرف‌های پیرمرد فقط خیال نیستن، بوی حقیقت می‌دهند. در مسیرشان باران ماهی می‌بارد.
مایه‌های واقعی از آسمان فرو می‌ریزند و خیابان را پر می‌کنند. هیچ کس باورش نمی‌شود جز ناکاتا که با آرامش می‌گوید وقتی تعادل به هم می‌خوره آسمونم اشتباه می‌کنه. باید درستش کنیم. ناکاتا و هوشینو سفری آغاز می‌کنند که نه نقشه دارد و نه مقصد، اما هر قدمشان گوی آنها را به قلب رازی پنهان می‌برد. همون رازی که در نقطه دیگر از این جهان پسر جوانی به نام کافکا تامورا در پی آن است. دو مسیر جدا اما از یک روح. در نگاه ناکاتا جهان مثل صفحه‌ای است که روی آن لکه‌ای از نور می‌لرزد. میگوید آدم نباید همه چیزو بفهمه، چون اگه همه چیزو بفهمی دیگه هیچ معنایی نداره، باید فقط حسش کنی. و شاید همین جمله خلاصه فلسفه اوست. در جهانی که از منطق خسته شده، گاهی ساده ترین ذهن‌ها نزدیک ترینند به حقیقت. وقتی به شهری میرسند که هوا بوی دریا میدهد، ناکاتا ناگهان میایستد، به افق نگاه میکند و لبخند میزند. اینجا جاشه. حس میکنم در همین جا باز میشه. هوشینو به اطراف نگاه میکند، چیزی نمیبیند جز جاده، درخت و باد. اما در چشمان ناکاتا انعکاسی از چیزی است که انسان عادی نمیتواند ببیند. شاید همان در میان دو جهان که از آن سویش صدای موجی بینام می آید. ناکاتا سرش را بالا می گیرد. با صدای نرم می گوید وقتی در باز شه یه پسر اون طرفشه. هنوز نمیدونه اما باید ازش بگذره تا خودش بشه. هوشینو نمیفهمه منظورش کیه، اما در دلش میداند این پیرمرد ساده کلیدی در دست دارد که به دنیایی بزرگتر از این واقعیت کوچک باز می شود. باد از میان شاخه ها می گذرد، گربه‌ای در دور دست میو می کند و خورشید آرام پایین می رود. ناکاتا می گوید گربه ها میگن زمان داره می لغزه، باید عجله کنیم آقای هوشینو. و دو مرد، یکی با دنیایی از سادگی و دیگری با ذهنی پر از پرسش، به سوی سرنوشتی قدم می گذارند که از پیش نوشته شده، در کرانه‌ای که میان خواب و بیداری است، میان انسان و رؤیا.